رفتم یه سری جاهاشو اتمسفر عالی. سلام. خیلی باحالی. چیزشو بده. بریم. من حرف بزنم. پیاده میشه رفت اینجا؟ نه. سلام. من پریم، حاطف، مهرناز. معمولا حاطف رو نخواهیم داشت کم. ما امروز میخوایم بریم 2 تا گالری. قضیه اینه که توضیح نمیدیم. این گالری که میخوایم بریم من حرف بزنم. دیگه از اینجا به بعد من چیزی نمیدیم. اوکیه قشنگه. دوست داشتم چیز بشم، معروف بشم. منم همینطور. منم دوست داشتم یکی ازم فیلم بگیره. خب بریم. شما میدونین کجاست؟ نه استرس چیه تو کاراش؟ اومدیم تو هم یه چند تا نقطه قرمز. خود چه بد. پس چرا اون رو یادشون رفته سانسور کنن؟ همین که داره برش کرم میزنن. چرا یکیش حالت نگارگری داشت بقیهش نداشت؟ من اون یه دونه رو دیدم خوشم آمد، دلم می‌خواست برم ببینم، ولی بقیهش شبیه نقاشی‌های دودلینگ هست. میشینی همینجور با مداد سیاه میکشی بعد رنگش میکنی، شبیه اون بود بقیهش. من خوشم اومد به خاطر اینکه یغما معلم نقاشی میگه که مثلا وقتی تو میگی پالت رامبراند یا رنگایی که رامبراند استفاده میکنن، داشته از رنگ‌هایی با توناژهای قهوه‌ای و تیره و فلان استفاده میکرده، به خاطر اینکه در اون زمانه رنگ‌های شارپ نبوده، مژنتا نبوده، مثلا چه میدونم غیر بنفشه تون نبوده، وگرنه اگه بود اصلا بعید نبود که استفاده نکنه یا بکنه. بعد این برای من ویژگی جالبش این بود که اون حالتهای مینیاتور بود، ولی رنگ‌هایی که اون موقع نبوده که استفاده بکنن و به شدت و بزرگ در سطح بزرگ استفاده کرده بود. این باعث شده بود یکم حالت چیز معاصرتر بکنه. من آدرسی نگاه کنم. هور 7 دقیقه با ماشین، 20 دقیقه پیاده است. گالری ایرانشهر 1 کیلومتر. چی داره ایرانشهر؟ او فکر کنم هنوز افتاده. آره. نزدیک پیاده میشه رفت اینجا؟ نه.
یه توضیحی لازم داشت. تو فهمیدی این چی بود؟ تو چی؟ توضیحی دیدی از این نمایشگاهه؟ نه من همینطوری نگاه کردم. جالب بود. خیلی کانسپچوال بودی. باید یه چیزی جالب بود. تو خوشت اومد؟ ایده جالبی بود. از ایدهش خوشم. ایده یا جالبی بود. کسی تا حالا با تیغ کاری بکنه. آره زیاد با تیغ کار میکنم. نه این خود تیغ یه ابزار ازش قدردانی بود. احساس میکنم ازش حداقل عکاسی آنالوگ شده، عکاسی آنالوگ خوشگله مثلا به عنوان یک شی بذارن ازش عکاسی کن. اینم رادیات باحال این. من این دو طبیعت بیجان رو بیشتر دوست داشتم. اون پسر داشت میگفتش که من اینا رو چیزشو بده. خیلی خوش آمد از اینکه تو ویترینه. منم اینو دوست داشتم. از توی دوست نداشتم ولی اینکه تو این اصلا سیستمش اینه پروژه ویترین. آره اصلا که جدا از اون تو. جداه. جالبه. قشنگ خوشم. آره منم خیلی دوستش داشتم. اینا دیوامانیه. من اختگی چیزی که این میشد دیگه بیانیه. فروید میگه خودت زدی یا بغل جیبت چیه؟ شمشیرا رو میگه. این گوشیمه. فکر کردم یه چیزی افتاده از تو جیب. هر جور سلام میدونین. جالب میشد با این ماشینم رفتیم، خوش میگذره. دیگه دو دلشون نکن تصمیم گرفتن. تو ورزش میکنی؟ نه من خیلی نمیدونم از کجا باید شروع کنم. ببین ولنجک یه باشگاه داره، خب اسمش یه اسم خود نوم خوبی داره. خوبی داشت. شما واقعا داشتین میدن؟ چی باید بگم؟ بگو چه تری زد به روزمون. ما یه ایونتی رفتیم، خانوم اومد گفت واسه چی فیلم میگیرید؟ قاطی کرد. بعد دعوا نکرد البته، قاطی کرد. بعد دیگه گفت فیلم ها رو پاک کنید. این در صورتیه که همه داشتن فیلم گرفتن. ولی آرمین جون یه مسئله‌ای که هست اینه که مثلا من میرفتم خیابون، دوربین دستم بود، عکاسی میکردم، همه شاکی میشدن. ولی اون موقع هنوز خیلی گوشیامون پیشرفت نکرده بود. بعدا من دیگه با گوشی که فیلم میگرفتم یا وای میستادم یه جا عکس میگرفتم، مردم اصلا به ورش هم نبود، اصلا براشون مهم نبود. چون انگار هر چقدر تو تجهیزاتت پیشرفته تر میشه، ترس و هول و بلاشون بیشتر میشه. اصلا فکر کنم BBC اومدی داری براشون پاپوش درست میکنی. ولی همینو الان با گوشی گرفته بودی هیچ مشکلی نبود که. قصه نخور. برای چی میخوری؟
چرا نبودی؟ زنگ زدم گفتم من چیکار کنم؟ به چرخ دیگه من یکم بدفاز شدم از اینا میشه بخوره؟ آره. یه دونه تست بکن یه دونه به من برمی داری چقدر بدفازی در بیام آره بگیر داری میگیری؟ آره پنهان کرد
ببینم چیکار کردیم؟ سلامت باشی. بازم دوست پری. اقصانقاط تهران هم هست. تو شما اینا رو رفته و اینا که چیز گذاشتی، اموجی گذاشتی؟ آره اینا رفتی. لیست موچیش نه خوش نرفتم. مناسب یه بود. سری جاهاشو اتمسفر رفتم، عالی. یه سری جاهاشو میخوام کاش اون برم. خانم قبلیه بود میدید همونی که نذاش ما چجوری میتونیم اونو خرابش استوری رو دیدی؟ تو جهان حال ما رو خراب کرد ولی اومدیم اینجا حال ما خوب شد راضی بودیم خیلیه. میخوام بریم همبرگر بخوریم سلام خیلی باحالی دوشنبه سر کارم دلتی ساعت چند روی صبح میریم صبح تا ظهر من خب آروم چند تا گلیبند و این چیام و آروم فروشم اتفاقا داره این کار رو میکنه و پلیس هم نبوده به نظرتون کی دزدیده؟ ایده‌هاتون رو بگید. اینا بچه ها دارم یه مرغ بیانکا نه من مرغ تو بده خوشمزه اون میکن ها من نمیدونم پپرونی بگیر و راضی بودن تو دوست داری؟ فکر کن چه چیز قدیمیه ما مرغ بیاکانا این مال ما یه دونه بده خوشگله آبال چیزام نیمد میشیدنی اینجا ببخش فیلم میگیری من برو داداش تو زور نهار نخوردی یه زرد تخم مرغ میذارم بعد با این گرماه یکم دیگه پیگاه خواهش کنم خوش من گفتم اینم خوب اینا رو